از خدا پرسید: خوشبختی را کجا میتوان یافت؟ خدا گفت: آن را در خواسته هایت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم. با خود فکر کرد اگر خانه‌ای بزرگ داشتم بیگمان خوشبخت بودم. خداوند به او داد. اگر پول فراوان داشتم یقینا خوشبخت‌ترین مردم بودم. خداوند به او داد. این که همه چیز داشت اما هنوز خوشبخت نبود. از خدا پرسید: حالا همه چیز دارم اما باز هم خوشبختی را نیافتم. خداوند گفت: باز هم بخواه. گفت: چه بخواهم؟ هر آنچه را که هست دارم. خدا گفت: بخواه که دوست بداری، بخواه که دیگران را کمک کنی، بخواه که هر چه را داری با مردم قسمت کنی. او دوست داشت و کمک کرد و در کمال تعجب دید لبخندی رو که بر لبها می نشیند و نگاه‌های سرشار از سپاس به او لذت می بخشد. رو به آسمان کرد و گفت: خدایا خوشبختی اینجاست، در نگاه و لبخند دیگران.